توزیعات تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شالو گلخوج هستم. در خدمتتان در برنامه امروز 18 نوامبر این موضوع را داریم. کی رفت و کی موند؟ اصلاحات کادری در تاجیکستان بعضی از منصبداران را به وظیفه و بعضی دیگر را سوء کرسی کرد. مادر محروم از دو پای از پرزیدنت تاجیکستان خواهش دارد که برای رهایی فرزندش از زندان مساعدت نماید. و باوری به پیروزی نورسی را در ولایت سوخ که از یک دست محروم است به میدان موریبه جودو کشانده است. نمیدونم خبرمند کار میکنم با دستم. یکم وقت مانعی شد دستم درد میکنه یا وای میکنه یکم وقت. امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات کادری صورت گرفت. از جمله شیرخان سلیم زاده از وظیفه دیرکتوری اجنسی نظارت مواد نشه‌آور برکنار شده است. سبب برکناری گنرال سلیم زاده رسیدن به سن نفقه گفته می شود. به جای او سابق داستان ولایت سوخت حبیب الله واحد زاده به این منصب تعیین گردید. شیرخان سلیم زاده در صحبت با همکار ما خیرمان بقازاده گفت که از کار اجرا کرده‌اش در مقام رئیس نهاد نظارت بر گردش مواد مخدر قناعتمند می باشد. ما توانستیم استراتژی ملی مورد با مبارزه با غیر قانونی مواد نشادار را عملی کنیم. البته در حسابات سالانه هم رئیس سازمان ملل متحد سمت شمال یعنی که مسیر شمال انتقال مواد نشادار مثبت ارزیابی گردیده است. انتقال مواد مخدر استحصال افغانستان از طریق مسیر شمال که در مسیر شمال تاجیکستان هم هست خیلی کم شده است. در ادامه تغییرات کادری امروز رهبران چند شهر و ناحیه در تاجیکستان از منصب‌های خود برکنار شدند. امامعلی رحمان فرمانی از وظیفه آزاد نمودن رئیسان شهر خوجند، استرافشان، گلستان، کمیته ساختمان و معماری، سرداری سر اداره حفظ سری دولتی، معاون یکم رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت و معاون سرداری ریاست معارف، فرهنگ و اطلاعات دستگاه را امضا کرد. بعضی از آنها مقام نو گرفتند، منصب‌های باقی هنوز معلوم نیست. امروز مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2021 را تصدیق کرد. حجم درآمد بودجه نسبت سال قبل بیشتر پیش بینی شده است. کارشناسان میگویند در شرایط بسته بودن مرزها اجرای حجم بودجه برای سال آینده دشوار خواهد بود. عبدالله شورف موضوع را ادامه می‌دهد. طرح قانونی بودجه برای سال آینده را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 18 نوامبر در نزد وکیلان مجلس نمایندگان معرفی کرد. حجم درآمد بودجه 27.6 میلیارد سومانی مقرر شده است که نسبت بودجه سال 2020 بیش از 6% زیاد است. مقامات گفتند سال آینده درآمد بودجه بیش از 1.6 میلیارد سومانی بیشتر خواهد شد. تأمین عهده‌داری‌های دولت در بخش حفظ اجتماعی اهالی و بالا بردن سطح زندگی مردم به گفته مقامات از اولویت‌های هدف‌های دولتی دانسته می‌شود. قبول طرح بودجه سال 2021 از سوی پارلمان در حال است که سال جاری بنابر تأثیر منفی پاندمی کرونا ویروس و کاهش یافتن انتقال‌های پلی مهاجران کاری درآمد بودجه کشور به شدت کاهش یافت. از این رو پایان ماه ایون از جمله با توسعه صندوق بین‌المللی پول تاجیکستان نقشه درآمد بودجه را 2 میلیارد سومانی و بخش خراجات را 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی کم کرد. رو می‌آورم به موضوعهای دیگر. مادر شهر ترسونزاده حکم دادگاه در نسبت فرزندش را ناعادلانه می‌خواند. او ادعا دارد که پسرش را با گمان راهزنی 10 سال زندانی نمودند. این زن به سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله شکوه نموده است که تلاش‌هایش برای عادلانه بررسی شدن پرونده فرزندش بی‌نتیجه بود و مقامات به حرفش گوش نمی‌دهند. این مادر تنها که از 2 پای روان هم محروم است از رئیس جمهور خواسته است پسر جوانش را که 10 سال روانه زندان شده است ببخشد. او حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند. طور من فهمیدم این ماده برای آنهایی است که در جنگ‌های گروهی که با استفاده از یراق است تطبیق می‌شود. یعنی وقتی به خانه‌های کسی درآمده آنها را می‌زنند و مال و ملکشان را تصرف می‌کردند. اما اینها چیزی نداشتند. در پرونده این چیزها هست که در کوچه بحث شد و جبر دیده در دادگاه هم گفت که هیچ دعوایی ندارد. چرا به او 10 سال دادند؟ به نقل مادر عظمت پسر 24 ساله او 2 سال پیش با گمان راهزنی و تصرف مبلغ‌های یک مرد
از سوی مقامات در جستجو قرار گرفت. از زحمت بخبر از این برای کار به روسیه رفت. پس از بازگشت او مادر با امید آنکه مقامات وضع زندگی او را همچون یک مادر تنها به اینابت میگیرند پسرش را با دستان خودش به مقامات سپرد. بعد این کارم چندین مرتبه مرا طعنه کردند که چرا تو با دست خودت پسرت را به مقامات سپاریدی. من به عدالت دادگاهی باور داشتم. فکر میکردم که وضعیت مرا درک میکنند. پسرم هم زمان دستگیر شدن چیزی نگفت. اگر گناه می داشت حتما که میگریخت یا نمی آمد. اما وی خودش آمد مرا گوش کرد. او میگوید تلاش‌هایش برای عادلانه بررسی شدن پرونده پسرش بی نتیجه بود. با یک مراجعت او در دادستان کل تاجیکستان گفتند حکم دادگاه قانونی است. خاصیت مردانова ساکن 49 ساله شهر ترسونزاده که معیوب گروه یکم است میگوید بعد از 25 سال زندگی یک جایه شوهر از او روی گرداند و تربیه 2 پسر به دوشش افتاد. به نزدیک سردی ها آغاز می شوند. من به بیرون برآمدن نمی توانم. خرید، پول زیست به همه پسرم کمک می کرد. من به او خیلی نیاز دارم و می خواهم که او را آزاد کنند. از رئیس جمهور طلب دارم که او را ببخشند و آزاد کنند تا اینکه او به من کمک کند. مادر میگوید زندان پسر جوانش را هیچگاه اصلاح نمی کند و برعکس او را به یک شخص نالازم برای جامعه تبدیل می دهد. پسرم اختیاری به ارتش رفته خدمت کرده بود. فوتبال بازی نغز بود. از بس که مبلغ نداشتم نتوانستم که در این سمت کمکش کنم. محبس او را تربیت نمی کند بلکه تأثیر منفی می رساند. وی باوریش را به عدالت از دست می دهد. می تواند که آدمی بد شود. وی بسیار آدمی مهربان است. خاصیت مردانova میگوید از کسی کمک مالی طلب ندارد چون با وجود معیوبیش هنر خوب دوزندگی دارد و زندگی را از این راه پیش میبرد، اما میترسد که زمان پیری تنها میماند. تنها یک چی میخواهم که او را آزاد کنند، کار کند، من آیله دارش کنم، همسرش به من کمک کند. این مادر امید دارد مراجعت‌های به تکرارش به گوش مقامات میرسد و وضع صحتی او را همچون یک مادر تنها درک میکنند. پسرش با اظهار پشیمانی از زندان رها می شود و او را زمان پیری سرابان خواهد شد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. ساکنان تاجیکستان تا کجا تحمل پذیر هستند و هنگام بحث عقیده یکدیگر را میپذیرند؟ چرا در شبکه‌های اجتماعی دشنام و حقارت یکدیگر زیاد شده است؟ این موضوع برنامه نوی گپی آزاد است که در آن عبدالقادر طلبکов مدیر کتابخانه به نام لوتی دوشنبه و امرالله نظام خبرنگار تاجیک مقیم اروپا وارد بحث شدند. همین معلم فرانسوز رو سرش رو احساس برید یا عقل؟ این یک بحث علاهیده فقهی است. حالا ما اگر که وارد این بحثیم خیلی هم به درازا میکشد. بیایید به حقارت حرف زنیم. مثلا من هیچگاه حقارتی نبودم. اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتی شدم. وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته مرا بیشتر از 1000 نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم در صفحه شخصی هم منویسند. حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشون خبر داشته باشند. مثلا من همین شب روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانهشون، خود کارمندان مقامات و مستقیما بالای اونها میگن که اگر شما فلان کارا رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفداران و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر ما این فکت ها این دلیل ها رو داریم و این ثبت ها رو داریم که مستقیما میروند به خانواده های ما، همین اعضای حکومت چی مقامات قدرتی چی از کمیته امنیت و یا اینکه چی از پروکراتور گنرالی. همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر، حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرس اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کار رو نکنید یا اینکه
از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنه. این افسانه است. شکل پوره برنامه گپی زود رو با گردانندگی میرزونبی خالق زود روز پنجشنبه در کانال ما در یوتیوب و سامانه رادیو زودی زیر نشانی www.azodi.org میتوانید تماشا کنید. برنامه را ادامه میدهم. حالا درباره یک ورزشگری نورسی برای شما قصه میکنیم که در میدان محاربه با یک دست رقیبانش را شکست میدهد. حسن 11 ساله مادرزادی تنها با دست راست به دنیا آمده است. مربیان رشته جودو با توجه به مهارت این نورس برایش اجازه قوه‌آزمایی با همسالان دیگرش را دادند. حالا آرزوی او و استادانش اشتراک در بازی‌های پارالمپی است. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد. حسن غفورов صرف نظر از اینکه از مادر با یک دست زاده شده است 4 سال باز در تالار ورزشی لنگلیف یا معروف به تالار گشتینگیری اوستاپیروفا در رشته جودو تمرین میکند. این پهلوان 11 ساله در 2 سال اخیر غالب 8 مسابقه منطقوی و بین المللی شده است. آخرین پیروزی او روز 1 نوامبر در وزن 24 کیلو در مسابقه کشاد گوشتی جودو در ولایت سوغد بود. من 5 نفر را زده و جای اولین را گرفتم. حسن غفورov در این تالار نخستین نورس است که با وجود نقص جسمانی داشتن با همسالان سالمش قوه آزمایی میکند. استادان راضی شدند به او نازکی های جودو را آموزانند. قابلیت این ورزشکاری نورس که گفته می شود در مسابقه های تاشکند و بیشکک و خوجند و دوشنبه مغلوب نشده است، مربیان این نوع ورزش را در حیرت گذاشته است. به قول استادانش او بیشتر از اصول جودوکار معروف تاجیک کامرانشاه اوستاپیریان کار میگیرد. وقتی که حسن جان برآمد میکرد حریفای با او مثال زناگیری میکنن که من یا برآمدن میزنم میکنن. این برآمد کرده و یا رو مغلوب میکرد مربیاش اومده با ما مراجعت میکنن که چه خیلی میکند چه خیلی تمرین میکند که مثال با یک دست مثال و شغلی مورا پدرش محمد علی غفورov که در گذشته نیز گوشتینگیری ماهر بوده است میگوید میل پسرش به این نوع ورزش از تماشای قوه آزمایی های پهلوانان در چاره‌بینی های نوروزی دهه‌اش تاجیک‌آباد پیدا شده است. به قول او هرچند فرزند دیگرش با نام حسین که با حسن دوگانیک هستند سالم و بینقصان تولد شده است، ولی دست چپ این فرزندش هنوز در بطن مادر از آرنج پایان نسب زیده است. خودش با همون دستش بسیار کار میکند. چی کار میکند؟ در خواجگی دیگه یاردم میکند، فقیر میبردارد، زمین چپ میگرد، شیدگار میکند با دستش. جنجال میکنم که نه میگود پدر من کار میکنم با اون دستم. یکم وقت مانگی شد دستم درد میکند یا وای میکند، یکم وقت ندیدم. مربیان مکتب ورزشی لنگلیف تصمیم دارند قابلیت حسن را در بازی‌های بین المللی سنجند و در چمپیونات‌های آسیا و جهان او را معرفی کنند. بعد آنکه این جودوکار نورس در بازی‌های لیتسنزیانی نتیجه خوب به دست آورد، او را تصمیم دارند وارد بازی‌های نمایند که برای ورزشکاران امکاناتشان محدود پیش بینی شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولов. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بله دوستان عزیز، با رادیو آزادی باشید. من باشم. برنامه را اینجا به پایان میرسانم. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخوانید و البته در صفحه آزادی ویدیو پیوسته در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت ما شما را در برنامه‌های نو منتظریم. خود را نگاه کنید. خدا نگهدار.